رسانه‌های روسی خبر دادند که شب 23 و 24 ینور جسد یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را با گلوی بریده در داخل ماشین تمغه فولکسواگن پولو در نشیبه پندوم فرودگاه پولکوو شهر سنت پتربورگ روسیه پیدا کردند. جسد را در کرسی راننده پیدا کردند. ماشین که به یکی از شرکت‌های تاکسی پتربورگ تعلق داشت در نزد برآمد در پاندوس فرودگاه می ایستاد. تشخیص در بدن راننده کشته شده زخم‌های زیاد کرد را پیدا کرده است. بنا به اطلاع منابع نزدیک به تفتیشات، افراد ناشناس جبر دیده را به ناحیه‌های سر و قفس سینه‌اش با کرد ضربه‌های زیاد زده سپس گلوی او را بریدند. کارمندان پلیس از داخل ماشین یک کرد را هم پیدا کردند که باور می رود برای کشتن راننده از آن استفاده شده است. بنا به معلومات به دست آمده راننده کشته شده همگی چند هفته پیش در آخر ماه دکبر سال 2021 با مقصد کار به روسیه آمده الکی پتنت گرفته بود ولی خود را هنوز در اداره مهاجرت ثبت نام نکرده بود. ویدیو کامراهای نظارتی که در فرودگاه پولکوو تقریبا سر هر قدم گذاشته شدند لحظه ها را ثبت کردند که چگونه به ماشین فولکسواگن پولو 4 نفر سوار می شوند. بعد چند 2 نفر آنها از ماشین فرآمدند و ماشین حرکتش را به سوی نشیبه از پاندوس شروع کرده است. بر اساس فرضیه های اولیه گمان می رود که شهروند تاجیکستان در پتربورگ تاکسیرانی می کرد و شبانه مشتریانش را تا فرودگاه آورده است ولی به کدام سبب هنوز نامعلوم شد بین آنها در داخل ماشین مناقشه صورت گرفته با آدمکشی انجام یافته است. کمیته تفتیشات روسیه در رابطه با این قضیه بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشوده است. در خدمات مطبوعات پلیس پتربورگ گفتند که قاتلان مهاجر تاجیک را تحت جستجو قرار دادند. طوری به نظر می رسد ویدیو کامراهای نظارتی ظاهراً چهره های آنها را نیز ثبت کردند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریباً نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می روند. هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا می کنند. صدمه های نقلیاتی در برابر فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می رود. هر سال ده ها نفر از زادگان تاجیکستان در روسیه قربان مرگ مجبوری یعنی کشتار هم می شوند.